یه وقتایی هست یک فرد رو مسخره میکنیم که دخترانش بی‌حجابند، یک فرد رو مسخره میکنیم که پسراش اهل طاعت نیستن، پسراش معتاد هستن. این چیه؟ چه خانواده ای داره؟ خودش مسجد میاد، پسراش معتادن، دختراش بی‌حجابن، دختراش میرقصن فلان و بهمان و اینطور نگاهی بسیار خطرناک است. ما از دل مردم خبر داریم، ما از خون دل خوردن اون پدر و مادر در حق دخترشون خبر داریم مگه؟ ما از خون دل خوردن اون پدر در برابر تلاش هایی که برای هدایت پسرش کرده خبر داریم؟ نه. پسر نوح جهنم جاش، پسر نوح پیغمبر اولوالعزم، پدر ابراهیم ابوالانبیاء خلیل الله پیغمبر اولوالعزم، پدرش مشرک و در جهنم هست. ابراهیم مقصره؟ ابراهیم کوتاهی کرده؟ نوح کوتاهی کرده؟ اینا رو برای چه الله قرار داد؟